با کل شما سلام دوستان عزیز، با شما هستم امامک شده بگزاد با جالبترین نویدهای ترانسفری فوتبالی بزرگ و امروز ما برنامه را از بهترین بازیگری زرخرید فوتبال روسی شروع میکنیم. هرچند که روزهای اخیر رسانه‌های ورزشی روس از بازگشت بهترین لگنری فوتبال روسیه به مراتب میگفتند، ولی به قبل شبکه تلویزیونی RBK CSKA مهلت بازپس آوردن واگنر را موقوف گذاشته است. قابل قید است که چند پیش واگنر لاف قرارداد کاریش را با کورینتیانز قطع نموده بود. سبب اصلی چنین قرار آن است که راهبران CSKA باور ندارند که برایشان حمله‌آوری ضرور است که در دورهای باقی‌مانده چمپیونات به میدان برآمده تواند. از روی قاعده‌های کمیته اجرایی اتحاد فوتبال روسیه در خصوص دعوت فوتبال بازان به موسم 19-20 باشد، فوتبال بازان آزاد در چمپیونات جاری بازی کردن نمیتوانند و از این رو CSKA اگر واگنر را دعوت هم نماید او را در بازی در دورهای باقی‌مانده چمپیونات جلب کردن نمیتواند. طبق اطلاع RBK از همین عامل CSKA را مجبور نمود که از امضای شرطنامه با واگنر لاف در فرصت‌های نزدیک دست کشد و اندیشه‌ها در مورد گزارش واگنر را به CSKA و مهلت نامعین به تأخیر گذاشت. خود CSKA در چمپیونات داخلی 19-20 که هنوز هم 8 دوریان باقی مانده است در زینه پنجم قرار گرفته از زینیت صدرنشین 14 خال کمتر دارد. از یک برزیلی بدون جای کار گفتیم و میگذاریم به سخنان اطراف یک برزیلی سالخورده دیگر. با قول لیکوپه PSG با تییاگو سیلوا نفری که در تیم مذکور از سال 2012 این جانب برآمد میکند تمدید شرطنامه نخواهد کرد. از روی اطلاع سرچشمه دیرکتور ورزشی پاریژیا لیوناردو با سیلوا و نزدیکانش به علاقه برآمده اظهار نموده است که با سیلوا مهلت شرطنامه تمدید نخواهد شد. قابل قید است که مهلت شرطنامه تییاگو سیلوا با پاریژ سنه 30 میلیون همین سال به اتمام رسیده. برزیلی 35 ساله میتواند که برای یافتن جای کار نو فکرش را کند. گرمترین نوید فوتبالی امروزها البته که معین گردیدن گرانترین فوتبالبازان معاصر می باشد که نه تنها هنگامه سازو برای برخی باوردار کردنی شد، بلکه از بامران به فراموشی رفتنی دو حکومتی رونالدو مسی بانکی استراب میزند. همین طریق طبق نشریه رویخط نو مرکز بین المللی تحقیقات ورزشی لئو با ارزش 100 میلیون یورو زینه 21 را صاحب شده، کریش با ارزش 62 میلیون یورو تنها در مقام 70 است. گرانترین فوتبالباز عالم باشد طبق فرضیه CS فوتبال ابزرواتوری با ارزش 252 میلیون یورو حمله‌آور PSG کلیان امباپه اعلان شده است که این رقم هم از ارزش پیشتری بلک فرانسوی 6 میلیون یورو کمتر است. پس از امباپه باشد در رویخط نام برده یک باره 4 بازیگر انگلیسی قرار دارند که اینها هم رحیم استرلینگ از منچستر سیتی ارزشش 194 میلیون یورو، جیدون سانچو از دورتموند با نرخ‌گذاری 179 میلیون اسعار اساسی اروپایی، ترنت الکساندر آرنولد لیورپول با نرخنامه 172 میلیونه و مارکوس رشفورد از منچستر یونایتد با 152 میلیون یورو جایگزینند. چون این آمار افتخارمند فوتبال انگلیسی از آن میگوید که وطن فوتبال را در آینده نزدیک درخشانی گالاکتیکی در میدان‌های سبز برخورد می شود، چیزی که واقعا هم در فوتبال منتخب باری دیگر از گریت بودن بریتانیا را تصدیق می کند. کمی پیش اگر ما از قطعی برمحل شرطنامه واگنر با کورینتیانز و خیرباد ناشرین احتمالی سیلوا با شهر عاشقان گفتیم، سپورتسکی ژورنال باشد از ترک زینیت کردن ایوانویچی سالخورده می نویسد. برای عوض این سربی 36 ساله بچه‌گوی میلر لوئیس را از لندن آوردنی‌اند. از روی نوشته‌های نشریه سربی سپورتسکی ژورنال حمایتگر زینیت با انجام موسم 19-20 از زینیت می‌رود، چرا که جانب‌ها در خصوص تمدید مهلت شرطنامه فعلی که انجامش تابستان همین سال است موافقه نرسیدند. با قول رسانه‌ها ایوانویچ را در زینیت دوید لوئیس 33 ساله که تا حال با آرسنال تمدید شرطنامه نکرده است عوض خواهد کرد. این سربی در صف زینیت از سال 2017 برآمد نموده، میانه سالهای 2008-2017 باشد شرف چلسی ابراموویچ را حمایت می‌کرد. بهترین باشگاه فوتبال اروپایی به عزت نفس مخلصان بارسا و بلانکوس و یووه نمیرسیم، عین حال لیورپولی کلوپ است، چرا محض لیورپول عین زمان قهرمان فعلی باشگاهی جوان اروپا است، ولی برای باقی ماندن در صف بهترین ها باید که خراجات‌های بزرگ نمود. محض کاری را که در دوران شدید کرونا تیم کلوپ انجام دادن نمیتواند. یکی از عامل‌های با چنگال پهناور خویش به لیورپول آوردن نتوانستن تیم ورنر هم خود کمبود مالیوی است، هرچند که در خصوص این ترانسفر
تصویر ما عامل‌های دیگری را هم می‌بینیم. خلاص در مورد سبب‌های اساسی انجام ندادن گزارش‌های بزرگ را همین تابستان یورگن کلوپ چنین طور شرح داد: در عالم فوتبال بازان خوبی زیاده به مثال ورنر و هاورتز هستند و برای آنکه ترانسفر عملی شود ما را ضرور است که کل عامل‌ها درست بگیرند. اگر ما عین حال در خصوص کم‌کنی معاش فوتبال بازان هر سنمو باز بهره خریداری بازیگران نو تا 50-60 میلیون یورو مصرف کنیم، ما را ضرور می‌آید که از عمل‌هایمان حسابات دهیم. چگونه که از استعدادهای نوین گفتیم و رقابت‌های ابردست‌ها را از برایشان مطرح نمودیم، یکی از چنین استاره تابانی فوتبال معاصر کای هاورتز است که الکی رئال مادرید پیشنهاد خود را ارسال بوندسلیگا نموده است و بایر هم چنین پیشنهاد 80 میلیونی عبارت از پول‌های شاهی را رد کرده است، چرا که داروسازان 20 میلیونی دیگر می‌خواهند. رئال مادرید اگر هاورتز را زیر نشان گرفته است، بارسا باشد کایها باز طلبان لاوتارو مارتینز است. هرچند که خبرها در مورد گزارش مارتینز به نزد مسی زیادند، این نوبت باشد موندو دپارتیو نوشته است که بارسا از برای لاوتارو 70 میلیون جمعی فیرپا میدهد. طبق گفته‌های موندو، بارسا برای عوض لاوتارو مارتینز به اینتر حمایتگر خویش خونیار فیرپای 23 ساله را جمعی 70 میلیون دیگر پیشنهاد کرده است. ارزش فیرپا باشد در بازار 41 میلیون یورو می باشد. پیشتر باشد میدیای ورزشی از دست کشیدن مارتینز 22 ساله از امضاکنی شرطنامه نو با اینتر نوشته بودند. در طول این فرصت‌ها بارسا قریب 50% بازیگرانش را برای مارتینز به اینتر پیشنهاد کرده بود و گفته یکی نشود که با مسی عوضش کنند. این البته شوخی است. در انجام برنامه امروز گفتنیم که نسبت عمر صادق حمله‌ور نیگریوی پارتیزان سربی یک بار اسپارتاک لوکوموتیو و سسکا چشم علا کردند، در حالی که دسته فیدون حمله‌ور برزیلی فلومیننس مارکوس پاولو ناسیمنتو را خریدنی است. با اطمینان بزرگ گفتنیم که در برنامه بعدی از افشای اسرار گزارشی بزرگ برایتان خواهیم گفت. تنسیت بمانید. خیر.